سلام. میخوام یک کار آموزش بدم که برای سفره 7 سین مناسبه. این 100% ایده خودمه. شما میتونین خودتون کارهایی انجام بدین برای 7 سینتون که از این کارهای تکراری مثل گذاشتن ظرفای سفالی با رنگهای آبی و رنگهای مختلف طلایی و اینا نداشته باشین و ایده خودتونو داشته باشین. من از سررسیدای کهنه استفاده کردم و از تصاویری که تو اونها هست استفاده میکنم. سررسیدی که من داشتم این تصاویر رو توش داشت که خیلی خوشم اومد و اینا بود که این ایده رو به من داد. شما میتونین از هر تصویری، حتی تصاویر خانوادگی استفاده کنین برای این کار، ولی میتونین از تصاویری که توی سررسیدها هستش هم استفاده کنین. میتونین از ورقای آچار رنگی استفاده کنین یا اینکه مثل من ورق شومیز بزرگ رنگی بخرین، هر رنگی که مایلین، و اونا رو به قسمت‌های کوچیک تقسیم کنین. کوچیک بزرگیش باز دست خودتون، و بعد از این تصاویر استفاده کنین. میتونین اگر از تصاویر خانوادگی استفاده میکنین اونا رو کپی بگیرین و بعد روی کارتون سوار کنین. من این کار رو با چسبوندن این اولین تصویرم که یا مقلب القلوب بالابصار هستش شروع میکنم. میچسبونمش روی کار. به این شکل یک طرف صفحه چسبوندمش و طرف دیگه صفحه آزاد هستش. من طرف دوم صفحه رو که آزاده برمیگردونم به این شکل و به شکل یک لوله در میارم و اونو اینجا میچسبونم. یه مقدار نگه داریم تا چسب خودشو بگیره. بعد روی اونا رو میتونیم از وسایل تزئینی استفاده کنیم، مثلا گل‌های مصنوعی، روبان، اکلیل یا هر چیز دیگه‌ای که در دسترستون هستش. و باز اونم با ایده خودتون به هر قسمت از کار که خواستین میتونین بچسبونین و نصب کنین. من از این قسمت بالا برای این یکی میخوام بچسبونم به این شکل با روبان و گل مصنوعی به این شکل. و بعد برای این که اینا روی کار خوب وایسته و به این شکل کف سفره گذاشته نشه میتونین برای اونها هم پایه درست کنین. اینو پشت کار میچسبونم. و به این شکل کار رو روی سفره نگه میدارم. میتونین از خود اینم استفاده کنین و به این شکل روی سطح صاف اونو بذارین و نگه دارین. ولی بعضی از اونها رو میتونین به همین شکل افتاده نگه دارین.
میتونین قسمت پایین هم این گلا رو بچسبونین. من این یکی رو این قسمت پایین میخوام بچسبونم گلشو. برای سینای 7 سین هم میتونین هم مستقیم روی کارتون بچسبونین جاهایی که مناسبه، هم این که روی سیمای ظریف و نازکی بچسبونین و بعد اون رو روی کارتون نصب کنین. سنجد و بعد روی کار نصب میکنم. همینطور میتونین مستقیم روی سطح کار اینا رو بچسبونین. چند دونه دیگه سنجد هم اضافه میکنم به کارمون. و به این شکل یکی از سینهای 7 سینمون آماده میشه. این برای سیر. با کمترین هزینه یه سفره 7 سین زیبا و قشنگ و ابتکاری. یکی دیگه از کارهایی که معمولا خیلی راحته و از این جامای بستنی خوری تو هر خونه ممکنه پیدا بشه اینه که شما با گل‌های مصنوعی که دارین و روبان روی اونا رو تزیین کنین. بسیار راحت و این چسب‌ها هیچ آسیبی به ظرف شما نمیزنه. برای اینکه کار خوب سوار بشه به دیواره جام میتونین چسب بزنین بر کارو. این کار هم کار ساده و قشنگی هستش و بعد توی اون میتونین از سینای 7 سینتون بذارین.
برای سماقتون میتونین از خود این کاغذ به این شکل درارین و بعد روی سطح اونو با هر چسبی که دارین فرقی نمیکنه به این شکل چسب بزنین و اونو چسبو خیلی سریع آغشته به سماق بکنین و بعد اونو به کارتون اضافه کنین. از چسب‌های مایع برای این کار میتونین استفاده کنین که خیلی راحته. سکه رو هم میتونین به همین شکل هم روی سطح کارتون بچسبونین، همین که روی سیم بچسبونین و با سیم اونو روی سطح کار بچسبونین. و به این شکل سکه رو هم روی سطح کارتون قرار میدین. برای سرکه میتونین کاغذتون رو به این شکل برش بزنین، یعنی اون قسمتی که میخواین لول کنین یه تیکش رو در بیارین به اندازه پایه جامتون یا لیوانتون. لیوانم میتونین بذارین توی این، یه لیوان کشیده و بلند به این شکل و بعد اول دور لیوان یا جاممون میگیریم و بعد اینو میچسبونیم. فقط اگر از چسب حرارتی استفاده میکنین خیلی مراقب باشین که دستتون نسوزه. و به همین راحتی میتونین ظرف سکه رو آماده کنین و بعد تزیینش کنین. و اینم به این شکل ظرف سکه تزیین شد. ظرف سمنو رو هم به همین شکل میتونین آماده کنین. دقیقاً
یه همچی چیزی درست کنین و سمنو رو توی اون بریزین. خب پس اگر خواستین میتونین به این شکل ساده با این جام ها و تزیین اونها برای خودتون یه سفره 7 سین آماده کنین و یا اینکه به این شکلی که آموزش دادم. باز اینم به دو صورت میتونین انجام بدین. یکی این که تمام چیزها رو به این شکل روی خود سطح کار سوار کنین، مثل سکه، سماق، سیر، سنجد و گفتم سمنو و سرکه رو میتونین توی نایلونای کوچیک بکنین یا ظرفای پلاستیکی کوچیک و اونا رو بچسبونین روی سطح کارتون، یا اینکه به این شکل برای سرکه و سمنو جام و کنار ظرفتون بذارین، و یا اینکه تمام اینا رو میتونین به این شکل در بیارین، یعنی اینکه توی این پر سیر کنین یا پر سرکه، سماق، سکه، هر چیزی که خواستین، سنجد و داخل همین بریزین و تمام به این شکل باشه. سبزه من هنوز آماده نیست چون چند روز به عید مونده هنوز، اونم به همین شکل با گل و برگ و روبان تزیینش میکنم. سفره تزیین شده رو روی ویدیو تبریک سال 98 براتون میذارم.